امشب در این جزیره کیش تو را به حجره خویش میکنم. اجابت دعوت شما سهل است و شکستن دل دوستان جهل. به دیده منت. سفری دیگرم در پیش است که اگر کرده شود بقیت عمر به کنج نشینم و دکان گذارم. کدام سفر؟ گوگرد پارسی خواهم بردن به چین که شنیدم از این قیمتی دارد. کاسه چینی به هند که منفعت فراوان کنم. شمشیر هندی به روم که بین مسیحیان جنگ افتاده و نیازشان فراوان است. آبگینه رومی به حلب و دیبای حلبی به ایران. پس از آن دکانی گزینم و به عزلت باشیم. راستی تو نیز چیزی بگوی از آنها که دیده یا شنیده ای؟ آن شنیدستی که در اقصای دور با سالاری بیفتاد از ستون. گفت چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور. خیلی پیش.